سلام و درود بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. مومن احمدی هستم که شما را همراهی میکنم. خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه رادیو آزادی از 16 ایول. سرخط خبرها. خدمات فدرالی روسیه یا فیسبوک گفت که یک تاجیک را با گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کرده است. ویدیوی شبهه برانگیز را هم نشر کرد. دونالد ترامپ با گوشی زخمی در جلسه حزبیش پیدا و رسما نامزد به مقام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا پیشبری شد. مهاجران کاری در روسیه ساختمان راه یک دهه دوردست در تاجیکستان را سرمایه گذاری می کنند. راه‌هایی را که به گفته ساکنان روات در آنها یک عذاب بود. چقدر شکر بود. ماشین دکه خود پیش پو بکوزید. دادگاه عالی تاجیکستان رفتار رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین را تحقیق دارد که به لطوکوب یک سرباز نیروهای مرزبانی در مرز با افغانستان گمان بر می شود. ظاهر مومنزاده رئیس دادگاه شمس‌الدین شاهین شورابادی سابق با آن گمان بر است که 8 ایول یک سرباز نیروهای مرزبانی را در گذرگاه دره آب با مشت زده است. نظر مومنزاده به این حادثه دسترس نیست. با گفته شاهدان بحث میان سرباز فیروز عطاولایف و رئیس دادگاه وقتی سر زده است که حجت‌های همراه رئیس دادگاه را تفتیش کنند. تشخیص نشان داده است که سرباز جراحت سبک برداشته است. گذرگاه دره آب که بحث آنجا شده است در مرز با افغانستان است. ظاهر مومنزاده سال 2017 رئیس دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین تعیین شده بود. خدمات امنیتی فدرالی روسیه و یا فیسبوک ویدیوی بازداشت یک جوانی 18 ساله تاجیک را نشان داد که گویا قصد داشته است در یک کلیسا عملی تروریستی انجام دهد. در ویدیو که رسانه‌های دولتی روسیه نشر کردند، این جوان که عین زمان شهروندی روسیه را داشته است، در 2 ظرف پلاستیکی بنزین می‌گیرد و به سمت حرکت می‌کند. بعداً در ویدیوی سخت تحریر شده که این جوان گویا اعتراف می‌کند که می‌خواست کلیسای میخائیل آرخانگلسک را آتش زند و رهبر آن را بکشد. این جوان که فیسبوک از بازداشت آن روز 11 ایول خبر داد در شهر مایکاپ جمهوری ادیگه دستگیر شده است و با پیروی به گروهی به نام دولت اسلامی و آمادگی به انجام حمله تروریستی متهم می شود. فیسبوک در گذشته همچنین ویدیوها را که گمان و شبهه‌های زیاد درباره حقیقت داشتن آنها زیاد است نشر کرده است. و دونالد ترامپ روز 15 ایول رسما نامزد به مقام کرسی پرزیدنتی از حزب جمهوری خود در امریکا شد. او پس از سوءقصد به جانش بار اول در نزد گروه بزرگی از همحزبانش پیدا شد. یک گوشی او که در تیراندازی به سویش در روز 13 ایول زخمی شد دوکپیچ بود. همکارم خیرامان بقازاده گزارشی صدای امریکا را تقدیم می‌کند. این دونالد ترامپ است که پس از سوءقصد به جانش به جز گوشی دوکپیچ چیزی در چهرهش تغییر نکرده است. جانبدارانش از حزب جمهوری خواه او را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی نامزد پیشنهاد کردند. در انجمن حزب جمهوری خواهان جیمز دیوید ونس سناتور از ایالت اوهایو معاون ترامپ معرفی شد. Ohio Senator J.D. Vance for the office of Vice President of the United States of America. سناتور 39 ساله جوانان را برای شرکت در انتخابات جلب می‌کند. او در گذشته از مخالفان سرسخت دونالد ترامپ بود و حتی او را گیتلر آمریکا نامیده است. پرزیدنت بایدن او را یک مسخره باز ترامپ نامید. J.D. Vance be nominated by acclamation. ترامپ و معاونش در روز یکم انجمن که در آن 2400 وکیل حزب از سراسر آمریکا جمع شده بودند معرفی شدند. چند قدم دورتر از انجمن جمهوری خواهان مخالفان ترامپ اعتراض کردند. به فکر ما مردم نباید فراموش کنیم که در انتخابات 2 نامزد داریم که یکی از آنها به 34 جنایت گمانبر می شود. ظاهراً انتخاب وانس به حیث معاون ترامپ به تلاش‌های او در انتخابات نیروی تازه بخشیده است. سوال درباره گذشته نیست، سوال درباره آینده است که ما چطور کشور را می‌سازیم.
интихоботи президентӣ дар амрико моҳи ноябр баргузор мешавад. ҷумҳурихоҳон Трампро номзад пешбарӣ карданд ва демократҳо ҳанӯз расман Ҷо Байденро номзад интихоб накарданд. худи Байден гуфтааст ки бо Трамп дар интихобот рақобат хоҳад кард. برنامه با گزارشی از مشکل دسترسی آب در آسیای مرکزی ادامه میدیم. دسترسی کشاورزان آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان با آب سال به سال سخت‌تر می شود و تعداد زیادی از آنها از کشت زراعت‌های آب طلب دست می‌کشند و سعی می‌کنند از هر راه باغ و درختان خود را سرسبز نگه دارند. منبع آبی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان تقریباً یک است و کم‌آبی برای اقتصاد عمدتاً کشاورزی آنها خطر بزرگ ایجاد می‌کند. حالا کشاورزان سه کشور برای آب مبارزه می‌برند و سعی دارند خود را با شرایط کم‌آبی مطابق کنند. طاهر سفر گزارش می‌دهد. کشاورزان آسیای مرکزی که با بحران افزاینده کم‌آبی در وادی فرغانه روبرو هستند برای دسترسی به آبگاه‌ها دست به گریبان می‌شوند. آب ثروت بی‌بهای اینجاست. به سبب کمی آب در سمرقندک حاصل نابود شد. ما امسال کش نمی‌کنیم. خدا کند که خوب شود. من امیدوارم که امسال زراعت‌ها را 4 یا 5 بار آب می‌مانم. تغییر اقلیم، سیاست‌های نامناسب، زیربنیادهای ویرانه مشکلات کم‌آبی را زیادتر کردند. بسیاری از کشاورزان کشتی زراعت‌های پیشینه را بس می‌کنند. بعضی از دهقانان قرقیز پایبند مجرای آبی هستند که از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. در آنجا درغات آب است و آنها نمی‌گذارند آب بیاید. ما آن طرف رفتن نمی‌توانیم. اگر تاجیکان بر اساس قرارداد آب را سر می‌دادند ما مشکلی نمی‌داشتیم. چون این دعوا برای آب از هر دو طرف در گذشته سبب جنگ و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان شده است. وادی فرغانه که خانه 9 میلیون نفر است و زمین‌های حاصلخیز دارد، 100 سالها پخته پرورش کرده و متاع آفریده است. حالا دهقانان مجبورند از این نوع زراعت‌های آب طلب دست کشند. آدمانی که اینجا 30 سال زندگی کردند بنا بر سبب کم‌آبی از اینجا می روند. آنها برای کار به بیشکک و یا روسیه می روند. ما اینجا ایستاده و به تقدیر تن داده ایم. ما اینجا را ترک کرده نمی توانیم و به جای هم رفتن نمی توانیم. بسیاری از جوانان می روند. کلان سالان مثل ما با همون آبی که هست قناعت کرده ایم. زردالو و چاروا داریم. همین گونه زندگی میکنیم. در آن طرفی مرز در تاجیکستان هم احوال کشاورزان بهتر از این نیست. من وقتی خرد بودم هیچگاه از آب کمی نداشتیم. دهه ما همیشه سیراب بود. حالا آب کم است یا سبب اقلیم یا سبب‌های طبیعی دیگر. آب دهه ما از قرقیزستان میآید. اولین بار در تاریخ مجبور شدیم از ماشین‌های آبکشی آب بخریم. پیش این گونه نبود. حوض و چاه‌های ما پر از آب بود. محتاج بودم است. هیچ بوماسه حوض توش که یتکیزib kelanda muramaz. بر اساس قانون در ازبکستان دهقانان باید آب را صرفه‌جویی کنند. با درختان زردالو که کنار راه می‌بینید در یک سال یک بار آب می‌دهند، چون که یک بار نوبتی آب می‌رسد. برگ‌هایشان اول تیر ماه می‌ریزد. برای حل این مشکل باید به آبیاری قطرگی گذشت. در همه جا باید حوض ساخت که زمستان آب جمع کنیم. دیگر راهی نیست. طلب رئیس جمهور همین است. Sudu saqlab, tomchilatib sug'orishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimiz qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti. اصول آبیاری قطرگی استفاده از آب را 60% کمتر می‌کند، ولی با این هم مشکل دائمی کم‌آبی حل نمی‌شود. تقریبا نصف از اقتصاد منطقه از حساب کشاورزی است و انتظار می‌رود خشکسالی در آسیای مرکزی بدتر شود. ترس از این است که حاصل زراعت‌ها هم کم می‌شود و مردم زیادی هم برای دریافت روزی بهتر از اینجا می‌روند.
از ولایت سوغد گزارش داریم. در یک دهه دوردست تاجیکستان از حساب پول مهاجران و ساکنان راه می‌سازند و شرایط زندگی مردم را آسان‌تر می‌کنند. ایده‌ای از صاحبکاران و توانمندان به جای زیارت جایهای مقدس قسمتی از پول خود را برای آبیاری و کشیدن خط برق دادند. در دوران استقلال تاجیکستان اولین بار است که چند راه و کوچه‌های دهه بسمانده ناحیه دیوشتیچ منفرش می‌شود. از جریان کار آن فرزان محمدی گزارش می‌دهد. راهسازان و حشرچیان در یک از کلانترین دهه ناحیه دیوشتیچ با نام بسمانده آخرین کارهای منفرش سازی را به انجام می‌رسانند. راهی که منفرش کرده می شود حدود 5 کیلومتر را فرا می گیرد و به گفته ساکنان کهنسال آن از مشکلی چندین ساله‌شان رها خواهند شد. چقدر شکر بود ماشین دکه خود پیش پو بکوزید همه خیلی بود. جمعیت بسمانده بیش از 10,000 نفر است و تقریبا نصف باشندگان این دهه در مهاجرت مهنتی قرار دارند. مسئولان راهساز میگویند که این کار اساساً با ابتکار مهاجران روی کار می آید و زیاده از 2 میلیون سومانی مصرف می گردد. اساس همین راه اسباب کنید مفرش کنید با راهبری یکی از صاحبکارای نهاد و خوخان ارتق سهراب انسان خورشید شریف و همه آن شخصانی که زیاده 4,000 در مهاجرت مهنتی هستند. من شهروندانی که در دوشنبه هستند در خوجند هستند همش غیر از تمام جمعی اهالی وای میکند سمگذاری میکند با واسطه حشر که شو تبارا اولادا زیاده از 20 کس 25 کس در مهاجرت چه مهنتی میباشند. حصه گذاری کردن از 3,000 تا 5,000 سامانه. به گفته ساکنان دهه این بار اول نیست که با تشبث خلق چنین آبادکاری ها میکنند. در اینجا رسم گردیده است که شخصان توانمند و صاحبکار و تاجر به جای خرج زیارت جایهای مقدس مبلغ آن را برای حل مشکلات دهه مصرف کنند. نظر به دیگه قشلاق‌ها ما حقانی با حج کم میرن. چه بگه همه آدم‌هایی که حج میرن بیشتر حج میگن همین دلی بنده مومن آبادی دیار برای همین بیشتر مردم ما پول حج همین آبادی دیار صرف کرده. من خدا به شکر حاج عبدالصمد حج نرفتن این پیش مبلغ حجشون همین محلی حاج حسن گفته که همونجا به ترانسفورماتور خریدن سیم چوبای و کردن سیم کشیدن سیمای نو اونجا که مبلغ زیاده از 50,000 سومانه همین خیره مردم به دستگیری کرده یادم کردن. من مردم راههای جوهای لطاق خوابانده آبادی کردن که همین 1 سال 2 سال مابین نشده به نهایت پیشروی برای آبادان دهه زیاد شده است. شغل اساسی باشندگان بسمانده کشاورزی و چارواداری است و راهی هموار و آب و برق از نیازهای اولین درجه حسابیده می شود. هرچند این دهه قدیمه است ولی تنها قسمی کوچکی از راه را در زمان شوروی اسفالت پوش کردند و در زمان استقلالیت مبلغ‌های دولتی به آن جدا نگردیده است. حالا با مراجعت زیادی ساکنان مقامات محلی عزم دارد که یک کودکستان بسازد. مردم میگویند که به آنها شفاخانه کودکانه هم لازم است و بعد راهسازی آن لایحه را نیز با مبلغ مردم روی کار میگیرند. تجربه آبادکاری دهه و مناطق دوردست تاجیکستان از حساب پول خلق یک امر معمول گردیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دیوشتیچ. و اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. اگر شما هم خبری دارید می توانید به ما بفرستید، تحقیق میکنیم. اگر درست بود چاپ میکنیم. شماره تلفن های ما در صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحه ما در اینستاگرام هست. تا دیدار در برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما باد.